سلام، امروز قراره با هم شمع مدل کاج برفی رو درست کنیم و با دو روش طرح برف رو روی شمع اجرا میکنیم. با من همراه باشید. برای درست کردن این مدل شمع نیاز داریم به قالب سیلیکونی با طرح کاج. آموزش قالب سیلیکون در همین کانال طی 2 قسمت آپلود شده. لینک این آموزش رو براتون در قسمت دیسکریپشن و هم در آخر ویدیو میذارم تا اگه خواستید استفاده کنید. اگه شما بخواین این درخت رو به صورت برفی در بیارید، یک روشش اینه که قبل از ریختن پارافین رنگی یک مقدار پارافین بیرنگ رو ذوب کنید. میتونید کمی رنگ سفید به پارافین اضافه کنید تا نمای برفی توی کار پررنگ تر بشه. قالب رو با چند تا کش ببندید و بذارید پارافین به دمای 70 درجه برسه و در مرکز قالب پارافین رو بریزید و بلافاصله قالب رو به اطراف بچرخونید به صورتی که پارافین حدود 2/3 قالب رو پوشش بده. برای فتیله گذاری یک روش کار به این صورته که یک سیخ چوبی قبل از ریختن پارافین رنگی در مرکز کار فیکس کنید و بعد از اینکه پارافین سرد شد سیخ چوبی رو از داخل شمع در بیارید. فتیله آهاردار به راحتی از داخل حفره ایجاد شده رد میشه. حالا پارافین رنگی رو ذوب میکنیم و با دمای 75 درجه داخل قالب میریزیم. با ضربه زدن به قالب حباب گیری کنید. حدود 5 ساعت باید زمان بدید تا پارافین کامل ببنده. و بعد سیخ چوبی رو از شمع جدا کنید و شمع رو از داخل قالب بیرون بیارید. الان نوبت فتیله گذاریه. همونطور که بهتون گفتم بهتره برای این روش از فتیله آهاردار استفاده کنید. اگه این شمع کاج رو برای ست کریسمس آماده میکنید میتونید کمی اکریل سفید رو با چسب DM5 روی قسمت‌های از شمع کار کنید. و به این صورت شمع کاج برفیمون آماده شد. برای طرح دوم در ابتدا فتیله گذاری رو انجام بدید و قالب رو با کش ببندید تا پارافین از بین برش های قالب نشتی نکنه. مقداری پارافین رنگی رو ذوب کنید و با دمای 85 درجه داخل قالب بریزید. زمان بدید تا پارافین ببنده و بعد از قالب با احتیاط بیرون بیارید. فتیله رو به اندازه نیم سانت کوتاه کنید. برای اجرای طرح برف در این روش مقداری پارافین سفید رو ذوب کنید و داخل لیوان کاغذی بریزید و با یک قاشق کوچیک یا سیخ چوبی مرتب پارافین رو هم بزنید. این کار رو ادامه بدید تا پارافین حالت خامه‌ای به خودش بگیره. باید پارافین رو تا زمان فرم گرفتن مدام هم بزنید. به این صورت که در فیلم می‌بینید تا پارافین گرم هست به کمک سیخ چوبی پارافین فرم گرفته رو روی قسمت‌هایی از شمع کاج کار می‌کنیم. و به این صورت یک شمع کاج برفی زیبا داریم. این شمع فانتزی زیبا رو هم میتونید به صورت تکی برای فروش آماده کنید، هم برای ست‌های یلدایی و کریسمس کاربرد دارن. آموزش شمع کاج برفیمون تموم شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون که همراهمون بودید.